نیروهای امنیتی افغانستان اطلاع دادند که در ولایت قندوز یک عملیات 25 روزه بر ضد طالبان به انجام رسید. به قول فرماندهان افغان، در این عملیات بیش از 200 طالب به هلاکت رسیده، منطقه بزرگی از تصرف آنها خارج شده است. منبع‌های مستقل درباره این عملیات چیزی نگفتند. تا آخر سال روان نیروهای بین المللی از خاک افغانستان بیرون می شوند. از این رو بسیاری ها به ارزیابی قدرت مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان به طالبان توجه نشان می دهند. در منطقه قبیله مهمند پاکستان، مکتب‌هایی که 2 سال پیش از طرف طالبان تخریب شده اند، بدون تعمیر و ترمیم بوده، خوانندگان در ویرانه‌ها و یا در بیرون درس می‌خوانند. در یکی از چنین مکتب‌ها از 50 تا 60 خواننده از 5 تا 15 ساله تحصیل می‌کنند. سالهای اخیر طالبان در شمال پاکستان صدها مکتب را تخریب نموده، اصرار می‌ورزند که تعلیم غربی اخلاق کودکان را فاسد می‌کند. در یک سال اخیر این گونه حمله ها در منطقه قبیله های پاکستان خاتمه یافتند، ولی اکثر مکتب ها را کسی تعمیر نکرده است. در پایتخت سربیا شهر بلگراد مراسم یادبود قربانی های کشتار دسته جمعی سال 1993 دایر شد. آن زمان در جریان عملیات ارتش خرواتیا در دهه میدک خرواتیای جنوب و مرکزی تخمیناً 100 سرب و از جمله 29 فرد آسایشته هلاک شده، چند دهه به کام آتش رفتند. یک گنرال خروات با جرم ناکامی در جلوگیری از این کشتار دسته جمعی به مدت 10 سال زندانی شد. روز 8 سپتامبر نزدیک به 100 نفر فعالان رو به اروپا به نشان همراهی با اوکراین در نزد سفارت روسیه در کیشینیو گردهمایی اعتراضی دایر نمودند. مولداوا به حوادث اوکراین با نگرانی نظر می‌کند، زیرا یک بخش این کشور در کنار رود دنستر تحت تصرف جدایی‌خواهان رو به مسکو که از طرف نظامیان روسیه پشتیبانی می‌شوند قرار دارد. مولداوا هم به مانند اوکراین جانبدار تحکیم روابط با اتحادیه اروپا بوده، با این سازمان پیمان مشارکت امضا کرده است.